سلام دوست عزیز. خدا کنه جور صحتمند باشین، روزای عید خوبی و خوشی سپری کرده باشین. میم پس به کاروبار خود آنلاین. کسایی که آنلاین کاروبار میکنه و آنلاین کاروبار داره حتما پیج ما را به خاطر فالو کنین که ما بسیار ویدیوهای مفید که به خاطر متضرر نشوین آینده در آنلاین، چی در آمازون باشه چی دیگه پلتفرم باشه، ما انشالله کوشش میکنیم که از کل متضرر شدن یا از چیز مفاد کردن شما را که در کدام بخش شما مفاد میکنین، در کدام جای شما مفاد میکنین، چطور از کمرا خود نجات داده میتونین. من حتما انشالله یگان ویدیو را جور میکنم. اگر ویدیو طولانی شد شما باز میتونین در یوتیوب لینک میمانم همونجا مراجعه کنین، مکمل ویدیو برداریم باشه. امروز ما سری هولسل چطور ما در هولسل مفاد میکنیم بارها ما گفتیم. این دفعه انشالله تشریح میتم که چطور ما در هولسل مفاد کسب میتونیم. متوجه باشین. ببینین در هولسل از همه چیز که در مهم براتون بگیم کمپیتیشن زیاد است. صحیح است. در هولسل ما و شما باید حتما کار کنیم. در هولسل مردم در آمازون فقط کار میکنه، یاد میگیره و در پرایوت لیبل باز چی میکنه؟ واقعیت مفاد میکنه. مفادی که در اونجا 70-80% مفاد میباشه. در هولسل مفاد و کمپیتیشن زیاد است چطور نمیشه، چون هر کس سرمایه به اون اندازه نداره که به حساب زیاد خریداری کنه. $5000 کیف میشه هر نفر خریداری کنه. باز در هولسل امروز براتون میگیم که کدام مردم در کدام جای میتونه مفاد کنه. اول خصوصیت که هستم کسانی که تا $5000 سرمایه دارنی، او از یک برند خوب تا $5000 اگر خریداری کنه یا بیشتر از او طبعا مفاد میکنه. چطور مفاد میکنه؟ من مثلا تا $1000 به یک برند میگم که اینی پرودکت هستم، اینی پرودکت هستم، میگم برای من چند حساب میکنی؟ من یک 100 دانه میگیرم. او برای من میگه که تو ایره اگر 100 دانه میگیری، هر برند پالیسی میداشته باشه زیادترش، میگه 100 دانه میگیری من ایره $10 حساب میکنم. اگر 200 یا 500 دانه میگیری $7 حساب میکنم. یا اگر 1000 دانه میگیری باز $5 حساب میکنم. اینجا کسانی که بلک خریداری میکنن طبعا اونا مفاد میکنن، چون او در اگر لیستینگ 1000 دانه که 1000 دانه بیایه و $5 خرید، شما در $10 خرید کرده باشین، آیا که از او کمپیتیشن یا مفاد میتونین در اونجا دیگه. اینیم دلیل. یکی دوم فهمیده باشین، دوم موقع است هر وقت یک برند یگان برند هست که اوت آف استاک میشه. شما مثلا خریداری کردین 100 دانه است پیششون و این 100 دانه برای شما در لیستینگ اکتیو دارین. صحیح است. در این لیستینگ شما دیگه کامپیوترها رو هست، دیگه کامپیوترها اوت آف استاک شده. شما باید از برند خبر باشین که پروداکت شما پیش از او چه قصد چه نیست، ایره شما باید بخبر باشین. درست است. وقتی که برند اوت آف استاک شد، اینجا نرخ ثابت بان یا بلند بان، چون کمپیوترت اگر اوت آف استاک شد، برند اوت آف استاک است تا که مولا جدیدش میرسه، حتما برای تو چانس که هر قیمت که خریدی پیش کس دیگه نباشه، پیش تو بمونه دیگه. مجبور است که آمازون چی کنه؟ فروشات شما را هر نرخ باشه به حساب سرز آماده کنه. خب بسیار بلند نرخ هم نیکی بکنم شما مشکل میه، یعنی مفاد بکنین که اونجا منجا لیمیت می باشه که تا این قدر تو نرخ بالا برده میتونی. خب طبعا دو باز مفاد میشه. تو شد. سوم کجاستم؟ شما برند را پیدا کنین که او برند به هر نفر اپروال نده. یعنی سیلر باید لیمیت داشته باشه در اون. من یک برند دارم، اونو فقط در جنوری ما یک ویدیو رو مونده بودم که شما کوشش کنین در این روزا بسیار خوب برندا به دستتون میاد، چون او برندایی که سیلرهاشون کم خریداری میکنه یا نمیکنه اونو رو ریموو میکنه از لیست، باز جدید سیلرها رو اجازه میده یا چانس میده. باز در اونجا شما یک برند خوبه که به دست آوردین که اونو پروال به هر نفر نمیده، لیمیتشون پورا میشه، در اونجا مفاد میشه، چون دو کمپیتیشن سیلر کم میباشن. وقتی که سیلر کمپیتیشن کم بود، طبعا در اونجا مفاد میشه. کمپیتیتر تا کم باشه، سیلر ها کم باشه، شما باز هر نفر فهمیدی در اونجا مفاد میکنه، حتی بل مفاد میکنه. صحیح شد. دیگه هر نفر باید در هولسیل احتیاط کنه و احساساتی نشوه
یگون نفرها هستن میگه چرا فروشاتمون نمیشه، چرا این. شما کوشش کنین که تیمی استراتژی پیش برین. اگر بالا خریداری کردیم سلز هم تو خوب انشالله میشه. اگر برند خوب که پیدا کردیم همونجا مفاد میتونی. اگر اوت آف استاک شد برند خبر داشتین نرخ بالا بردی اونجا مفاد میتونین. در غیر از او شما کمپیتیشن نمیتونین. در هولسل خیلی سخت است، خیلی سخت است. ما تجربه کردیم، امیالی تجربه ما جریان دارم که بیشتر از چند ماه شدم با چندین اکانت ها که ما میل سلز دارم امی گپا داره. از اون خاطر بارها دوستا گفته که ما چطور مفاد کنیم این استراتژی هستم که برای شما شریک ساختم. خدا کنه فهمیده باشین. انشالله بعدا ما سری دیگه موضوعات هم صحبت میکنیم. شما امی موضوعاتی که ما یاد میکنیم برای شما یادداری میکنیم، شما رو نوت کنین.